سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. این ویدیو رو گرفتم بابت آموزش آی مسیج. دوستانی که مشکل دارن آی مسیجشون روی شماره نمیاد، با این ترفنده میتونن اوکی کنن و دوباره آی مسیج رو به شمارهشون بتونن کار کنن. یه کاری اول انجام بدید، بیاید توی مخاطبینتون کانتکت ها روی خودتون بزنید. حتما شماره‌تون رو اینجا با مثبت 98 ذخیره کنید. این جواب داده، واقعا هم جواب داده. این رو سیوش کنید، بیایید بیرون. یه چند ساعت بعد احتمال داره که دوباره فعال بشه اون آی مسیجتون. آی مسیج هم حتما بعد از این کار یه بار خاموش روشنش کنید. یعنی یه بار روش کلیک میکنید، ریموو میکنید و دوباره میزنید که بخواد بچرخه. این کنار این جایی که تیک هستش میچرخه که بخواد وریفای بشه. حالا اگر بعد از 1-2 ساعت این کار انجام نشد براتون، این روشی که بهتون میگم کاملا جواب میده. شما اول باید بیایید روی اپل آیدیتون، یه قسمتی هست به اسم مدیا، روش میزنید، ویو اکانت رو میزنید. اینجا باید ببینید کشوری که اپل آیدیتون باهاش ساخته شده چه کشوریه. باز کنه اینو. خب اینجا برای من توی قسمت کانتری زده کانادا. اپل آیدی من کشورش کانادا. خب دانو میزنیم میایم بیرون. شما باید یه وی پی اینی داشته باشی که با سرور کانادا بهش وصل بشی و با وای فای هم باید متصل بشی. یه وای فای رو کانکت میشی بهش، ترجیحاً خط موبایل نباشه که بخوای هات اسپات کنی. یه وای فای رو وصل میشی، وی پی ان تو وصل میکنی و میای که اپل آیدی تو آی مسیج تو فعال کنی. فقط قبل از این کار شما میای داخل فیس تایم تو خاموش میکنی. اگر روی اپل آیدیتون بود، اپل آیدی رو از داخل همین فیس تایم و از داخل خود آی مسیج باید لوگات کنید، خارج بشید، بعد خاموش کنید. یادتون باشه هم فیس تایم و هم آی مسیجتون رو. اوکی. بعدش میایید صفحه اول ستینگ، میرید توی جنرال، میایید پایین ترانسفر اور ریست آیفون رو میزنید، از پایین ریست رو انتخاب میکنید. گزینه دوم نوشته ریست نتورک ستینگ، اینو میزنید، پسوردتون رو میزنید و گوشی ریست نتورک میشه. ریست نتورک شد، اومد بالا. وی پی ان به وای فای وصل میشید، وی پی ان تون رو وصل میکنید، میایید اول فیس تایمتون رو اوکی میکنید، روشن میکنید، میذارید روی شماره. بعد از اینکه اوکی شد میری آی مسیجت رو اوکی میکنی. اینا رو یادت باشه، اول فیس تایم بعد آی مسیج. اگر دیدی توی همون لحظه برات اوکی نشد، 2-3 ساعت صبر کن، 100% برات اوکی میشه و فعال میشه. نتیجهش رو توی کامنت ها به هم بگو. سابسکرایب کنید، فالو کنید، لایک کنید، اشتراک گذاری کنید. دمتون گرم، خیلی مخلصیم.